با سلام خدمت همه دوستان، به یکی دیگه از ویدیو جدید من خوش اومدین. توی قسمت دوم در مورد صرافی تو بیت قراره که در مورد ترکیب هوش مصنوعی یا همون ربات ها صحبت بکنیم که کاملا هوشمند هستن و صرافی تو بیت تازه بخش خودش اضافه کرده. قبل از شروع خوشحال میشم که دکمه لایک و سابسکرایب و همچنین زنگوله رو بزنین. مثل همیشه لطفا با کامنتاتون به ما انرژی بدین. خب دوستان، اول از همه یک کمپین جدید راه اندازی شده. اینجا من زبونش رو فارسی کردم. شما هم لینکی که توی دیسکریپشن و توی اینستاگرام و توی تلگرام میذارم میتونید واردش بشین و گفته که برای دریافت بونس تا سقف $4200 USDT میتونید اقدام بکنید و امروز 26 اکتبر هست. فقط 4 روز دیگه فرصت هست و به نظر من که میتونید با ثبت نام با لینک من شانس خودتون رو امتحان بکنید و اینجا هم تمام جوایز و بونس ها رو بهتون گفته که با واریز 100 تتر یا 50 تتر میتونید مقدار کوپون رو دریافت بکنید. شرایط و ضوابط هم دوستان باید بخونید که خوشبختانه این صرافی خارجی با ایرانی ها مشکلی نداره. راحت میتونید ترید خودتون رو انجام بدین. حجم معاملات بسیار زیادی داره و خیلی از دوستان هر روز به من پیام میدن که چه صرافی خوبه، جایگزین بینگ ایکس یا صرافی بایننس. خب دوستان، صرافی تو بیت فعلا با ایرانی ها مشکل نداره و میتونید به راحتی حتی بدون وی پی ان، حتی بدون فیلتر شکن و حتی با مدارک ایران هم شما میتونید احراز خودتون رو انجام بدین و بعد از احراز هم صرافی به شما 150 تتر رو به عنوان بونس هدیه میده و بعد از ثبت نام هم شما بلافاصله بعد از ثبت نام با لینک من کاربر وی آی پی 1 میشین که کمیسیون رو 60% کمتر از شما میگیره. دوستان دیگه چی میخوایم؟ به نظر من همین الان اقدام بکنید و بهترین صرافی به نظر من برای ایرانی ها این صرافی است. لینکش هم دوستان توی دیسکریپشن میذارم. خب دوستان، در مورد ربات ها میخوام باهاتون صحبت بکنم که اینجا کلا 3 بخش هست. تریدینگ بات مارکت پلیس، اگه توش برم اینجا شما میتونید ربات خودتون رو طراحی بکنید و با وصل کردن به حساب‌های دیگه یا سایر سرمایه گذارا میتونید کسب درآمد بکنید. قبلا هم توضیح دادم. یا اگه شما سرمایه کمی رو دارین و وقت نمیکنید ترید بکنید، میتونید اینجا سود و ضررهای بقیه ربات ها رو ببینید و اگه روی کپی بزنید سرمایه شما به این ربات ها وصل میشه و میتونین سودهاشون رو ببینین. این آقا مثلا 800% سود توی 7 روز گذشته، 870%، 900%، 1000%. خودتون دوستان میتونید اینجا پیدا بکنید و اگر هم حرفه‌ای هستین و استراتژی شخصی خودتون رو دارین میتونید اینجا روی کرییت ربات کلیک بکنید و ربات خودتون رو به بقیه بفروشید و کسب درآمد بکنید. و دوستان توی بخش دومش که فیوچر گرید هست، اگه کلیک بکنم شما رو توی این صفحه میبره. این ربات ها قراره که کار شما رو در ثبت سفارش و معامله ها ساده تر بکنن. در واقع این ربات ها به جای تریدرها و تنظیماتی که دارن خودشون معاملات رو انجام میدن. اینجا سمت راست میتونید ببینید. نکته دوستان که باید بدونید اینه که ربات ها قرار نیست که سود یعنی بسیار زیاد یا جادویی رو به شما بدن. شما میتونید ربات ها رو برای موقعی استفاده کنید که واقعا پای چارت نیستین و ربات ها خوبیشون اینه که احساس ندارن و کلا طبق استراتژیشون عمل میکنن و با توجه به مطالبی که گفتم، همونطور که فیوچرز کلا ریسکش بالاست، ربات هم قطعا ریسک بالایی داره و به نظر من باید مدیریت سرمایه رو رعایت بکنید و اگه میخواین ترید بقیه رو کپی بکنید باید بدونید که ربات هم میتونن به سرمایه شما ضرر بزنن. در کل توی این ویدیو میخوام به شما بگم که آپشن صرافی تو بیت آپشن جدیدش برای ربات هست و کسایی که وقت ندارن میتونن علیه یه استارتی بزنن. و دوستان توی بخش فیوچر گرید شما هم میتونید معاملات شورت کلا مثل فیوچرز هم معاملات لانگ رو باز بکنید
و اگر وارد بخش آخر فیوچر DCA بشیم، اینجا هم باز همون قضیه هست. میتونید با استفاده از بقیه ربات هایی که بقیه طراحی کردن از سیگنال هاشون کپی بکنید. فیوچرز DCA یا مارتینگل برای زمانیه که کاربر قصد داره به صورت پله‌ای معامله خودش رو توی قیمت‌های متوالی خرید بکنه. مثلا فکر کنید تحلیل شما برای اتریوم سعودیه. حالا یک خبر میاد مثل دیروز خبر جنگ تهدید، اتریوم قیمتش مثلا شارپی میریزه. توی این صورت مثلا به ربات میگید که هر 2% یا هر 3% یک لانگ، مثلا اگه شما لانگ گرفته باشید لانگ برای شما بگیره و میانگین خرید خودتون رو پایین تر میبرید و توی برگشت بازار سود خوبی رو میکنید. و استراتژی شخصی خودم هم تقریبا مارتینگل هست که توی بعضی از نقاط و الان برای آلت کوین ها که تقریبا توی کف خودشون هستن این روش بسیار کمکتون میکنه. دوستان همین توی این ویدیو فقط خواستم بگم که آپشن ربات هم توی صرافی تو بیت هستش. خلاصه اگه بخوام توضیح بدم، شما فقط با ثبت نام با لینک من $150 بونus دریافت میکنید. زمان رویداد هم دوستان توجه بکنید که تا پایان اکتبر هست، یعنی کلا 4-5 روزی که بیشتر وقت ندارید. و بعد از اینکه ثبت نام کردین، بعد از اینکه 150 تتر رو گرفتین، شما با واریز 30 تتر بونس به شما 50 تتر داده میشه. اگه مبالغ بیشتر هم بذارین قطعا بهتون بونس بیشتری میده. و توی قرعه کشی هم توی سایتشون گذاشتن کسایی که ثبت نام بکنن و احراز هم اجباری نیست، کسایی که ثبت نام بکنن تا سقف $10,000 میتونن برنده بشن. و دوستان نکته جالبش اینه که هر کی با لینک من ثبت نام بکنه همون موقع کاربر VIP 1 میشه که کمیسیونش رو 60% کمتر میکنه. خب دوستان این بود از ویدیو امروز. شما رو تا ویدیو بعدی به خدای بزرگ میسپارم.